این یک اشاره است که ای مردم اقلا یک روزتون برای رودکی بخشید. حالا که ما میتونیم هر روز ما بخشیم. نخستین محفل ادبی با نام همایون با رودکی خوانی آغاز گردید و در قسمت دوم نورسان ایجادکار نوشته های شاگردانه شان را در حضور استادان شعر قرائت کردند. این محفل روز 27 اکتبر در نزد مجله پیام سوخت تأسیس یافت و مبتکران آن شاعران معروف آذرخش و فرزانه هستند. طالب کریم آذرخش که پس از مرگ فرزندش برای یک مدت از نشست و همایش‌ها کناره‌گیری می‌کرد گفت محفل ادبی مذکور برای گرامی‌داشت خاطره یک پسرش تأسیس یافته است. همایون جان خودش هم وجودش پرپری شعر بود، پرپری ادبیات بود، پرپری سخن پاک بود، سخن الهی بود، پرپری موسیقی بود. اما من بسیار آرزو داشتم که یک روز میشد در صحنه میگذارم و میگویم که این پسر من هم سرود میخواند هم شعر میخواند و خداوند عمرش کوتاه بود و گرفت پیش خودش. من گمان میکنم که اون آرزوهایی که در دل من بود با نام همایون عملی میشه. بنیادگذاران محفل همایون گفتند محفل جایزه خود را دارد و آن هر سال در عرفه جشن نوروز تقدیم خواهد گشت. گمان میکنم این محفل خیلی که آثار بزرگان ما در یک قالب نمیگنجد، محفل قالبی نیست و بسیار آرزو میکنیم که خیلی که در مجله ما اشعار همه فارسی زبانان دنیا نشر می شود، هم از تاجیکستان، هم از افغانستان، ایران، هم از سمرقند و بخارا یا هر جایی که یک فارسی زبان هست نشر می شود. اشتراکچیان محفل ما هم از اهل همدلان ما باشند که بیرون از سرحد ما حتی باشند. برای اشتراک در محفل اولین گروهی از ایجادکاران نورس از شهر و نواحی سوخت آمده بودند. آنها این نشست را دوام منطقی محفل‌های ادبی شاعر خلق تاجیکستان فرزانه با نام شبنم و عالم سخنشناس عبدالمنان نصرالدین با نام گنج سخن ارزیابی کردند که در رشد ادبیات سهمی باسزا داشتند. پسری در بدن پیش درت آمده است. من حاضر یادم اومد که محفل استاد فرزانه استاد نصرالدین گنج سخن در همین جا آغاز شده بود که همین خیلی ما بریم در بیرون هم آدمان نشسته بودن در اتاق همون استاد نصرالدین. بعد این محفل تمام جهان فرا گرفت. من باوری تام دارم که محفل همایون هم یک پدیده فرهنگی تمام جمهوری و تمام فارسی زبان ها خواهد شد. همایون پسر یگانه شاعران خلقی آذرخش و فرزانه 13 اپریل امسال در سن 21 سالگی در دریای سیر به طور مرموز غرق شد. او دانشجوی سال سوم شعبه شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند و داننده موسیقی و زبانهای خارجی بود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.